دوستی جانی، نانی، زبانی بود نبود. سوداگری بود. بای و بدولت بود. پسر داشت جوانی زنده دلی جوراباز. روزی پسر پیش پدر نشست و از او پرسید: پدری بزرگوارم، میبینم که شما فقط 2-3 نفر دوست دارید و خلاص. مرحمت کرده گویید برای چی اینقدر کم؟ پدرش گفت: دوستی حقیقی همین قدر می شود. از 2-3 نفر زیاد نمی شود. پسرش باور نکرده پرسید: این خیل باشد برای چی 100 دوست کم و 1 دشمن زیاد گفتند؟ پدرش گفت: درست، دوست هر چقدر زیاد باشد همون قدر بهتر، لیکن پسرم نه هر کس که ما دوست گمان میکنیم میتواند دوستی حقیقی باشد. پسر خود را تعریف کرد: الحال من 40 نفر جوره دارم، همه‌اش دوستی جانی. پدرش پرسید: پسرم تو میدانی دوستی جانی چی معنا دارد؟ پسر گفت: میدانم پدر، دوستی جانی اگر لازم شود جانش را برای دوست دریغ نمی‌دارد. پدر باز پرسید: تو باور داری که همه آن 40 جوره دوستی جانی اند؟ باور دارم، گفت پسر. پدر به او مصلحت داد: سنجیده بین پسرم و برای خود معین کن که از آن 40 نفر کدام دوستی جانی و کدام دوستی نانی و کدام دوستی زبانی است. پسر به فکر رفت و روز دیگر اول شب به خانه یکی از دوستانش رفته دروازه حوله او را تق تق کرد. دوستش برآمد. پسر سوداگر اسبش را که 1 جوال بار بالایش بود نشان داده گفت: دوستی عزیزم، من 1 دشمن قتال داشتم، از دست او جانم در خطر بود، مجبور شدم او را بکشم. انا جسدش در بالای اسب، به من یاری ده آن را نیست کنم تا کسی نفهمد که من دست به کشتار زدم. دوستش هراسید: جوره جان، التجا میکنم، گفت او، من خودت میدانی زن و فرزند، پدر و مادری پیر دارم، به این کاری خفناک همراه شدنم خطاست. پسر سوداگر از 38 جورهش همین مانند جواب شنید. فقط 2 نفر، یکی بی جرأتانه و دیگری با جرأتی تمام گفتند که تیارند به او یاری دهند. آن که با جرأتی تمام راضی شد دروازه حوله‌اش را کلان گشاده از جلب اسب جوره‌اش گرفته فرمود: جوره جان، درآ به حوله، ما حاضر جسد این دشمن جانت را زیر خاک میکنیم. نه پی میماند و نه حیدر، یگان جاندار خبردار نمیشود. به حوله در آمدند. باری خونالود را از بالای اسب فراوردند. صاحب حوله اسبه کلند رفتنی شده بود که پسر سوداگر گفت: بیا اول جسد را بیرون کشیم. جسد را بیرون کشیدند. صاحب حوله توش گوسفندی سربریده را دیده حیران شد و گفت: این کاری تو چی معنی دارد؟ چرا به من دروغ گفتی؟ مگر دوست به دوست دروغ میگوید؟ پسر سوداگر گفت که میخواست با این تدبیر چه خیل دوست بودن جوره‌اش را بسنجد. معلوم میشود که تو دوستی جانی بوده ای. گفت او به جوره‌اش: برای من جانت را به خاطر ماندنی شدی. من هم اگر به جای تو می بودم همین خیل میکردم. بعد دوستای جانی گوسفند را پوست کندند و 1 دیگه کلان شوربا انداخته دسترخوان آراستند و با این 38 نفر اصل واقعه را گفته دادند. آن 38 نفر فهمیدند که کدام کس دوستی جانی است و کدام کس دوستی نانی و یا زبانی است. سپس پسر سوداگر پیش پدرش آمده گفت: ای پدر، حق به جانب شماست. نه هر کس که تو دوستی با جان برابر میپنداری در واقع میتواند دوستی به جان برابر باشد. پسر سوداگر تا آن روزی که در قید حیات بود با آن 2 نفر انس گرفت و از فیض و برکت دوستی بهره ها برداشت.